دویم ابن کثیر مکی، سومش عاصم کوفی. قرائت عاصم معروف ترین قرائت قرآن است. ولی قرائت هایی که خدمت داریم همش قرائت عاصم است. ای همه معروف ترین است. عاصم کوفی. خب چهارمش انا ابو عمرو بصری. پنجمش حمزه کوفی. در زمان امام اعظم ابو حنیفه زندگی میکرد. همسیر سال حضرت امام اعظم ابو حنیفه 10 سال بعد امام اعظم ابو حنیفه گذشتگی ایدید. حضرت امام میگفت که همین حمزه در علم نسبت من برتری داره، فقط در 2 ساحه علم. یکیش در همین قرائت، حقیقتا حافظ کل قرآن از قراء سبعه. دویمش در علم موارث، در علم طریقه است که فرعی است. همین 2 تا از من دست بالای. خب این پنجمش بود. ششمش نافع مدینی یا نافع مدنی، از مدینه بود شخص. و نهایت هفتمش امام کسایی کوفی. امام کسایی پسر خاله امام محمد خودمونه. این قطعش پسر خاله بود است. در همین مسئله قرائت قرآن نظیر نداشت. میگه انا تانش میزنه، بوره میگه انا در روایت اومده است یک قاری تانش میزنه، نزدش میروه، بعد سینش میگه قاری که سوره کهف بخون. سوره کهف انا قطعش یک سوره بعد کهف، یک آیت کهف بخونه، یک آیت او سوره. با دویم آیتی را بخونه و دویم آیتی او را، سه آیتی را بخونه و سه آیتی او را. الان تا گفته تو اخیرا میرسونه. من میگه او با خیال میکنه تو همون کسایی. بله میگه حضرت میگه چیزی را نمیدونی نگو، تا نزن. خداوند همین هنر، همین صنعت، همین استعداد برای من دادگی است. تو نمیدونی، نمیفهمی، ایدور چی تا نمیزنی. پسر خاله امام محمد بود. هر دش قطعی امام محمد در یک روز وفات کردگی در شهر رای. یا در رکاب هارون رشید بدن. یک تاش عالم کلون فقه، یک تاش عالم کلون قرائت صرف نحو. در همین رای میان هر دش قدرت خدا در یک روز وفات میکنن. و هارون رشید میگه او با عجب روزی مصیبت، در یک روز فقه نحو هر دش دست دادیم. حتی یک روایت اومده است میگه امام محمد کسایی را سوال میکنه، میگه خوناباد کارت خوب نه که وقت مسئله نمیخونی، یگون مشکل در نماز میغلطه، چخیل حلش میکنی؟ میگه که از صرف العلوم و نحو ابوها. همین صرف مادر تمام علمای نحو پدرش توغری میکنه با همین صرف نحو میومش. میگه که بالفرض اینا در نماز در سجده سهو کردی، چکور میکنی؟ چکور میکنی؟ خطا کردی. گفت که اگر سهو کردن در سجده سهو ایشون درسته. گفت جواب درست هست که با چی دلیل؟ دلیلش چی است؟ او سهوی در سهو مسقطی سهوی کو یک اکسیوم فقهی است. ای بیچاره عالم فقه نیست، نمیدونش. گفت تو چخیل فهمیدی که همین مقصد که ایسر اینا نماز خوندن نمیشه درسته؟ گفت که المصغر لا یصغر. همین صیغه تصغیر دیگه تصغیر پذیر نیست. اینا فرض کرده فضیل کشید، فضیل فضیلچه ها دیگه فضیل نمیشه و غیودا بیدتر نمیشه. دوره همین سعو کشید دیگه خلاص. سعو کردیم. این خیلی مردک بود. یعنی همین قروی سبعه، قروی که روایت چو به حد تواتر رسیدگی همین 7 نفرن. بعد گفتم اگه راویاشو را می نویسی هر کدومش بود در راوی دورندیو. در راوی قرآن 14 روایت قطعی به حد تواتر رسیدگی است. و خواجه حافظ میگه عشق قد رسد به فریاد، ارخد به سان حافظ، قرآن زیبر بدانی با 14 روایت. همین 14 روایت قطعی خواجه حافظ قرآن از یاد میدونست. بچه بسیاری بد میشوه. خیلی گفتم اقلا خوناباد همین قرائت معروف ترین قرائت عاصمه راویای همین را به یه روز را بنویس. راویاش گفتم یکیش حفص، دویمش ابوبکر ابن عیاش. معروف ترین قرائت عاصم، معروف ترین روایت در دنیا روایت حفص. روایت حفص بر قرائت عاصم همه مشهور ترین است. اینا بی خوناباد وقتی یا فکر نمیکنی. همین سوال اینا که کاغذ دفتر را گرفته مولای بیچاره را میتی. این مولای موقع غیرت اینا دوران که بگه نمیدونم. یا دروغ دیگه میگن رو شباب میکنن و کسایی نقیز
بخشو فهموندمش اعتقادی مشهوره کشرو فهموندم ما گفتم که اصلا عقیده چیزی شوخی نیست. عقیده را ای فرض عین نمیگن، عقیده را ای کتاب چهار کتاب نمیگن، عقیده را ای درة الواعظی نمیگن. عقیده کتاب های مخصوص داره به خودش. فقه اکبر امام اعظم ابو حنیفه، شرح های معتبر و معروفش ای جمله اینا شرح علی القاری و ملحقات علی القاری، شرح عقاید امام نصفی، عقیده امام طحاوی معروف ترین عقیده از امروز در همین عالم امروز شرح های زیاد داره. ایروی کتاب های عقیده میگن عقیده بسیار نازکه اشتو را دستر تو بگیری این طری گپی هوایی نیست که چیز در دهنت بیاد. بله حضرت میگو ساعت نقشید روایت حفظ میگه انا میان. بله اندک تفاوت ها هستند، تفاوت های جزئی دارند، خودی رو فرق شد در همین یک تاش مثلا ضعف، یک تاش ضعف. الله الذی خلق من ضعف، در روایت دیگر شما دست امور ضعفش میگه. این همسری چیزایی هسته که جزئی هست، یعنی که حرف دیگر نمیشه و همه حرکات دیگر میشوند اما در معنی هم یکون خلل وارد نمیشه. حرفای اصطلاحی فهم دیده است. بله حرفای اصطلاحی فهم. هم صاحب هذا طعام والآكلين كلهم اجمعين. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفار والمنافقين. اللهم اعز الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.